و من آن را قبول کردم. جوابی من بله. بله است جوابی من عزیزم. بله، من راضیم. مرد عزیزم، بیدار شو. ببین من در برات هستم جانم. مرد جانم، چشمانت را کشو. مرد جانم. سوزن، چی گپ است؟ شما چگونه انسان هستید؟ اینقدر پست، قصدگیر از آمدنتون به همه زهر باشیدید کفایه نیست؟ شما یگان آر و ناموس دارید؟ چی ها میگویی؟ نمیفهم. خاموش نمیستم. از اول خاموش ایستادم، تولا کردم، گفته هایتون را قبول کردم، اما بس است. شنیدید؟ بس است. آیلم را به دست شما نمیسپارم. اگر دنیا از حرکت ایستد که از کمال جدا نمیشوم. آیله من را ویران کردن نمیتوانید. داد نزن، بس است. خاموش ایست. آنها آیله منن. با آنها اینطور مناسبت نکن. حق نداری که آنها را دشنام دهی. در این دنیا کسی با آنها اینطور مناسبت نخواهد کرد. به این اجازت نخواهم داد. من بعد فکرای تو یگان اهمیت ندارد. خواهی نخواهی از هم جدا میشویم. پدر، پدر ما رو ترک میکنید؟ الگانت پروداکشن تقدیم میکند. کوروان سیتی، مرکز سودا و خدمترسانی کوروان سیتی برای فعالیت ثمربخش و نتیجه آور با خواهشمندان نقطه‌های سودای زیبا و برهوا را با مساحت‌های از 14 تا 24 متری مربع با نرخ‌های 200 و 300 سامانی پیشنهاد می‌نماید. مرکز از 4 آشیانه و زیربنا عبارت بوده در آن تمام شرایط ضروری برای تجارت و خدمترسانی هم به صاحبکاران و هم به خریداران مهیا است. الکی در اینجا مال و محصولات ضروری، صابون، شامپون و دیگر محصولات عطریات از شرکت دبور، پرده های زیبا از شرکت شریکی تاجیکی و ترکی، سر و لباس مردانه از شرکت ترکی تاینلی، مصنوعات زرگری از شرکت تاج زرین، محصولات هنرهای ملی و مردمی، تالارهای برهوای عروسی، مرکز خدمترسانی بانکی، آشخانه برهوا با خوراک‌های با لذت ملی و اروپایی. کوروان سیتی، مکان موفقیت برای شما. سراغ شهر دوشنبه بازار کوروان، روبروی درآمدگاه چهارم. تلفن ها 987 55 05 17 و 918 62 64 88. Korbon City. Поверните, сэр. Поднимите руки. Медленно.
следующие 90 секунд произойдут две вещи. Не понял. Во-первых, вам позвонят. А во-вторых, в этих наручниках в тюрьму отправитесь вы. Смотрю, у вас проснулся дар предсказателя, мистер Ричард. кинотеатре «Наурuz». Кендал Шанбердиям ман, Шанберди! Шанберди нести. از عالم عالم از ظالم ظالم به دنیا می آید. عاشق یک صدبرگ سیاه ادریس. پسرم مادام که من بدم پس می بیند بد چگونه است. کار را از بدی آغاز کرده باشم با بدی انجام می دهم. اپایومینا حول مادر استانبول هستی؟ به تو خوشبختی می خواهم آغوز. اما کم خانه ها رو ویران کرده نیست. روزگار اومد در اونجایم. روزگار روزگار مادر جان یادی مادر جان زندگی آنها آرام و آسوده بود. هیچگاه غم و درد ندیدند تا آن دمی که زندگی رنگ دیگر گرفت. ناکامی در زندگی، گریه و ناله، در قصه مردی اذیت دیده به نزدیکی رنج، مردی رزیل از تمامی دکان‌های فیلم‌فروشی دسترس نماید.